بسیار عالی. خب خیلی خوش اومدین، واقعا خیلی خوشحالم که اولین لایو رو توی این پیج دارم در واقع بارگذاری میکنم. اولین لایو رسمی هستش، نه به خاطر اینکه فعالیتمو تازه شروع کردم، بیشتر به خاطر ترس بوده و حالا در مورد ترس و اعتماد به نفسم که حالا انشالله کلی با هم دیگه صحبت میکنیم. ولی میخوام دو تا نکته رو بگم. اول اینکه من چون اولین لایوم هستش و خیلی مهارت ندارم تو این قضیه، به خاطر اینکه پراکنده گویی نکنم توی کاغذ یه سری سرتیترا رو که میخواستم بهشون اشاره بکنم و نوشتم. گفتم که حالا به این صورت اول که خواستم تشکر بکنم از همه شما. مرسی از حمایتاتون، مرسی از اینکه هستین و خیلی ممنونم از حضورتون. و دو اینکه در مورد اپیزودها از من پرسیده بودین. در مورد اپیزودهای پادکست این نقطه هستش. پادکست این نقطه از حسین اورا. این اپیزودها رو من به صورت خلاصه تمام سعیم رو میکنم که اپیزودها رو جوری بیام خلاصش رو به عنوان حالا پست بذارم توی این اینستاگرام که برداشت شخصی ازش نباشه. یعنی حتی جمله های خود اپیزودها رو انتخاب میکنم طوری که حالا بتونم خلاصه اون اپیزود رو در واقع عنوان کنم و آدرس سایتش رو، آدرس کست باکس و آدرس یوتیوب رو در اختیارتون قرار میدم و میتونید برید اونجا و کامل این پادکست رو گوش بدین. چند تا اپیزود اول در واقع اینطوری میتونم بگم چند تا اپیزود اول خیلی به هم دیگه مرتبطن. منتها حسین توی این پادکست تمام سعیش بر اینه که هر کدوم از این اپیزودها به صورت مجزا قابل شنیدن باشن. این از این. و حالا موضوعی که میخواستم در موردش صحبت کنم این بود که واقعا ما از اینجا شروع شد. من میخواستم پادکست اپیزود شماره 8 حسین رو خلاصه نویسی کنم تو 1 دقیقه و دیدم انقدر این موضوع مهم و جذابیه و من خودم عیناً تجربهش کردم که دلم نیامد واقعا بخوام اینو توی ریلز 1 دقیقه‌ای بگم. خواستم که بیشتر در موردش صحبت بکنم. ضمن اینکه این رو هم خدمتتون عرض کنم، من وقتی که با پادکست این نقطه آشنا شدم دقیقاً میتونم اینطور تشبیهش کنم مثل جرقه‌ای که مولانا موقع دیدارش با شمس داشت. واقعاً اینکه شمس به مولانا میگه که خب هر چی تا الان مکتب رفتی، هر چی خوندی، هر کاری که کردی، الان باید عمل کنی، جور دیگه ای باید عمل کنی. و این پادکست نقطه شروع بود که بعدش به سلف لاف که اصلا زندگی قبل و بعد از سلف لاف که میگن واقعا همینه. و حالا این موضوع اینه که ما در مورد این قضیه میخوایم صحبت کنیم که خیلی از کارهایی که انجام میدیم، مثلا میخوایم چه میدونم، خیلی از کارهایی که میدونیم درسته ولی انجامش رو نمیدیم. مثلا ما هممون میدونیم کتاب خوندن خیلی خوبه، ورزش کردن خیلی خوبه، ولی انجامش رو نمیدیم. خیلی هم تلاش میکنیم، میدونیم سحرخیز بودن خیلی خوبه، تلاش میکنیم تا یه جایی پیش میریم ولی نمیشه. چرا؟ یه مدل روانشناسی هست که من این رو از حسین یاد گرفتم و البته که این مدل فقط مختص به خود حسین نیست. این مدل روانشناسیه که یعنی با تحقیقات بزرگ دانشمندا و روانشناسا به این نتیجه رسیدن. این مدل ارتباط بین افکار، احساسات و رفتار رو توی 4 مرحله توضیح میده. به این صورت که افکار ما، یعنی ما چیزی که فکر میکنیم، باعث تولید احساس در ما میشه و احساس ما باعث میشه که رفتار ما شکل بگیره و رفتارهای ما زندگی ما رو رقم میزنن. حالا در ارتباط با مثلا سحرخیزی، یکی میاد میگه من خیلی دوست دارم سحرخیز باشم، خیلی تلاش کردم، خیلی وقتا ساعت گذاشتم، فلان اینا، نشده، نمیشه. به خاطر اینه که و انگار که هی بدتر میشه. اینو ما تجربه کردیم، وقتی میخوایم یه کاری رو انجام بدیم انگار که هی بدتر میشه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما میخوایم رفتارمون رو تغییر بدیم.
ما تو این چند مرحله میایم تو این مرحله آخر میخوایم رفتار رو تغییر بدیم، دنبال چیزای سریع میگردیم، سریع رفتارمون عوض بشه. وقتی میخوایم رفتار رو عوض بکنیم، این ناهماهنگی، مقاومت که یه جایی هم آنوشا در موردش حرف میزنه، این مقاومت در ما ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی شما رفتاری رو میکنی که با فکر و احساست یکی نیست. ولی وقتی که بیای ریشه‌ای، اگر میخوای ریشه‌ای جوری باشه که تو با عشق هر روز و تا آخر عمرت بتونی صبح زود بیدار شی، اگه بخوای اراده کنی زود بیدار شی برفرض، باید بیای ریشه‌ای به این قضیه نگاه کنی، باید بیای روی افکارت، باید بیای به چیزی عمیق‌تر درون خودت اون رو بگردی و پیدا کنیم. ما همش دنبال چیزای بیرونی میگردیم، از بیرون دلیل پیدا میکنیم، از بیرون انگیزه پیدا میکنیم. خب این انگیزه پیدا کردنه برای همینه که انگیزه تا یه جایی جواب میده، چون ما دلیل کافی نداریم برای انجام اون کار. انگیزه تا یه جایی جواب میده، 4 روز انگیزه داریم بعدش تموم. انگیزه به درد ما نمیخوره، به خاطر اینکه ما دلیل درست میخوایم، ما فکر درست میخوایم که اون احساس خوب در ما ایجاد بشه و ما اون کار رو ادامه بدیم. و وقتی که اون کار رو ادامه میدیم، این میشه یه عادت، میشه یه رفتاری که زندگی ما رو رقم میزنه. اینطور باید بگم. و در مورد بعدهای مختلف زندگی هم همینجوره، در مورد سلامتی، در مورد شغل، در مورد ارتباطاتمون هم همینطور هستش. یعنی وقتی که شما رفتارتو فقط میخوای عوض بکنی نمیشه، ما میخوایم نتیجه متفاوت بگیریم در صورتی که رفتارمون هم تغییر نمیدیم. رفتارمون هم اگر تغییر میدیم به نوعی تغییر میدیم که به شکل ادا میشه. میدونین چی میگم؟ یه سری‌ها بهش میگن سیاست، تو با سیاست رفتار کن یا مثلا فلان. ولی ما اگر به چیزی که درونمون هست، به فکرمون، به واقعیتی که درونمون وجود داره، به چیزی عمیق‌تر رجوع بکنیم، دیگه نیازی نیست سیاست داشته باشیم. خود واقعیت میشی و خود واقعیت چیز دیگه ای رو جذب میکنه، چون نوع نگاهت به زندگی عوض میشه، افکارت عوض میشه، انرژیت عوض میشه، تمام زندگیت عوض میشه وقتی که ریشه‌ای بخوای دنبال اون مشکل باشی. حالا از چیزای ساده میتونه باشه، از صبح زود بیدار شدن، از کتاب خوندن، از عادت ورزش کردن میتونه باشه، تا عادت حسودی. من عادت دارم که حسودم، اینو باید بپذیرم. و همه چیز به افکار ما برمیگرده. اهمیت افکار ما اینه که مثل فکر ما، ذهن ما مثل یک کشویی میمونه که یک عالمه لباس ریختن توش که خودمون هم نمیدونیم توش چی است. 4 تا همون لباسای تکراری که همون روی کشو هست و برمیداریم میپوشیم، هی اینو عوض میکنیم، اصلا خبر نداریم زیر اون کشوی شلخته چی هست. یه بار باید بیایم این کشو رو باز بکنیم، لباسا رو تا بکنیم، اونایی که کهنه است رو بندازیم بیرون، مرتب بکنیم. ذهنمون هم همینطوره، باید بیایم یه مقدار خونه تکونی بکنیم ذهنمون رو، مثل همون کشویی که باز میکنی درستش میکنی. باید بیای تو خودت، تو افکارت یه ذره عمیق‌تر بیاندیشیم. چرا؟ به خاطر اینکه افکار ما زندگی ما رو درست میکنه، واقعیت ما رو شکل میده. تجربه های ما از رفتار ماست، از افکار ماست. چه چیزی مهمتر از این؟ چرا میگن مدیتیشن چرا انقدر مهمه؟ من واقعا از حسین، از استاد مزدافر، از آنوشا واقعا ممنونم. من همه اینا رو شنیدم، عمل کردم و خودم رو موظف میدونم، با اینکه میترسیدم بیام لایو بذارم، ولی با ترسم یعنی ترسیده دارم انجامش میدم. برام مهم نیست 1 نفر میخواد توی لایو باشه یا 10 نفر. به قول حسین من حرف میزنم مثل گنجیشکی که داره جیک جیک میکنه، مثل همین جیرجیرکه. چیزی که دریافت کردم، واقعا شکل زندگی من عوض شده و من همون قدری که الان همین 1 نفر 2 نفر تو این لایف هستن، همون قدر انرژی میذارم که اگر 1000 نفر اینجا باشن. من چیزی رو که یاد گرفتم و دارم توسعه میدم، نمیام کپی بکنم، میگم من از اینا یاد گرفتم. واقعا مدیتیشن خیلی مهمه. مدیتیشن تمرین ذهنه. مدیتیشن باعث میشه که با افکارت ارتباط برقرار بکنی، بتونی تشخیص بدی که اینجا این فکر درسته، این باور درسته یا نه.
ما انقدر گمیم تو دنیای بیرونمون، انقدر ذهنمون شلخته است که نمیتونیم حتی تشخیص بدیم که من اصلا چه فکری دارم، آیا این باور من درسته، ریشه افکار من کجاست. توی روابطمون مشکل داریم، توی شغلمون مشکل داریم. 90% آدما رو ازشون بپرسی اصلا تو چی میخوای تو زندگی، نمیدونه، واقعا نمیدونیم. من خودم چیزی که تجربهش کردم، ولی زیاده گویی نمی کنم. خواستم که این رو بهتون بگم. لایف های بیشتری میذاریم. خیلی خوشحالم از اینکه تونستم با شما ارتباط برقرار بکنم، لایو بذارم. امیدوارم که به دردتون بخوره. اینجا توی اولین لایوم تشکر میکنم از حسین عزیزم، آنوشای عزیزم با مدیتیشن های کودک درون چقدر مهمه، چقدر اینا همه مهمن و حتما راجع به تک تک اینا صحبت میکنیم. و خیلی ممنونم از استاد مظفر. امشبم یه ویدیو جدید گذاشتن، حتما برید نگاه کنید. ویدیو جدیدشون هم خیلی قشنگه، در مورد خواب و رویا صحبت میکنن. امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشین. امیدوارم که این لایو به دردتون خورده باشه. اگر به دردتون خورده لطفاً این رو به اشتراک بذارید. اگرم که دوست ندارید، به قول حسین کاملا متوجهم. مرسی از شما، از قلب من به قلب شما. ناماسته و دوستتون دارم. خدا نگهدار.